به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد مر خداوند یکتا را و درودی به پایان بر آخرین فرستاده او بر روی زمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و بعد از حمد و سپاس و ستایش خداوند یکتا و درودی به پایان بر رسول او بر همه شما اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان خیر مقدم عرض میکنم، همچون یکی از تشکیل کنندگان همین نشست و به همه شما اظهار سپاس و تشکر داریم که در اینجا در این روز جمع آمدیم و در یکی از روزهای بسیار مهم و روزهای زیبای بهاری با هم در کنار هم نشستیم و برنامه‌های آینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با هم مرور کردیم و با هم بحث کردیم و این امید را دوباره در دل مردم و ملت تاجیک زنده کردیم که ان شاء الله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این به بعد در یک مرحله نو با یک روش نو فعالیت خود را ادامه خواهد داد. و ما از تمام شما برای شرکت فعالانه تان اظهار سپاس و تشکر میکنیم و ما سخن را به درازا نمیکشیم. برای حسن ختام این جلسه و برای جنبستی این جلسه ریاست حالا از استاد محترم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محی الدین کبیری دعوت میکنیم که سخنرانی جنبستی خود را از جلسه ارائه بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسوله محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، برادران عزیز، خواهران محترم، قبل از همه خداوند را شکر میگویم که به ما این توفیق را داد که در خدمت یک و یک شما باشیم و طول این 3 روز در این جلسه مبارک، اولین جلسه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هجرت، با هم جمع بیاییم و مسائل مهم حقوقی، تشکیلی و راهبردی را با هم مشورت و مصلحت و تصمیم گیری ها داشته باشیم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از حادثه هایی که در کشور رخ داد بلافاصله جلسه شورای سیاسی خود را در یکی از کشورها برگزار کرد در حالت هجرت و تصمیم های لازمی را برای ادامه فعالیت اون زمان گرفته بود. حالا این با لطف خداوند اولین جلسه ریاست عالی هست که یک مقامی بالاتر و مهمتر از نهادهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و انشاءالله امید داریم که در نتیجه عملی کردن اقدام‌های یا تصمیم‌های گرفته شده در این جلسه ما بتوانیم در آینده نشست‌ها و چاره‌بینی‌های مهمتر و بزرگتر مثل انجمن را برگزار کرده باشیم. خدا را شکر میگیم که در طول این 3 روز ما توانستیم در یک فضای بسیار خوبی کاری با بحث‌ها، تلاش‌ها، انتقادها و صحبت‌های صمیمانه و کارشناسانه و از همه مهمش خالصانه به بعضی نتیجه ها برسیم که آنها در سندها و در قرارهای ریاست عالی جمهور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ثبت شدند و انشاءالله با کمک خداوند، با دستگیری یکایک شما و با پشتیبانی مردم عزیز، طرفداران ما در سراسر جهان، این قرارهای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد عمل قرار خواهند گرفت. مسائل مهمی که در این نشست 3 روزه بررسی شدند و قرارها قبول شد مربوط بودند به مسائل حقوقی، به وضع امروزه کشور و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به وارد نمودن بعضی تغییرات و علاوه ها و اصلاحات در ساختار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که مطابق به دوران هجرت باشند. و مهمترین نکته که ما در این نشست اطرافش صحبت کردیم، بحث کردیم، این پیدا کردن جواب به چند سوال بود که هم در ذهن ما مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
وجود داشت، هم در ذهن جامعه هست. صحبت‌های کارشناسانه به این خلاصه رسیدیم. میتوان در چند جمله آن را ارائه کرد که یکی از سبب‌های اصلی منحرف شدن جامعه ما از روند صلح و دموکراتی کنونی این دست کشیدن از سازشنامه صلح و استقرار بود. این عهد شکنی در برابر عهد و پیمان، سوگندها، در برابر آرزو و آمال ملت بود که آنها با خون مردم، با خون شهدا، با عرق جبین دهها و شاید صدها و هزارها سیاستمداران و کارشناسان در سازشنامه عمومی صلح و استقرار ثبت یافته بودند و اون سازشنامه کفیل هم امنیت، هم ثبات، هم پیشرفت و هم سعادتمندی ملت ما می توانست باشد و مناسبت مردم، مناسبت ملت و طرفها در اون سالها نسبت به این سازشنامه همین طور بود. ولی متاسفانه از این سازشنامه دست کشیده شد، آن ناجوانمردانه، عهد شکنانه پایمال کرده شد که جامعه ما را به این مصیبت و به این مشکلات گرفتار کرد. از روزی که یکی از طرفهای صلح، حکومت جمهوری تاجیکستان با مسئولینش، با راهبریتش از بندها و از معیارهای سازشنامه صلح، از روحیه سازشنامه عقب نشینی کرد، دست کشید، از همون روز بحران ملی ما، بحران کشوری ما شروع شد و مقامات مسئول حکومت جمهوری تاجیکستان برخلاف قانون، برخلاف کنستیتوسیا، برخلاف سازشنامه صلح، برخلاف معیارهای اخلاقی ملی و دولتداری در جلسه شورای امنیت کشور یک سند را با نام پروتکل 3220 قبول کردند که متاسفانه مصیبت ملت تاجیک از اون پروتکل شروع می شود که در آن بسیار واضح روشن با امضای خود رهبر کشور با دستور مشخص به تمام مسئولین کشور درباره مناسبت غیر قانونی با نهضت اسلامی تاجیکستان، با دایره های دینی، با مسجدها، با جوانان، با زنها، با هر فعال جامعه برنامه ریخته شده بود که آنها چی کار باید کنند بر ضد این ملت، بر ضد نیروهای سالم این ملت، تا اینکه این وضعیت را تغییر دهند. وضعیتی که مردم رو به آزادی داشت، رو به بهبودی داشت، رو به ارزش‌های دینی و ملی داشت، این را به سمت دیگر بگردانند، پایه‌های دیکتاتوری را از نو تقویت کنند، اجازت ندهند که مردم بتواند آزادانه رأیش را بدهد، حزبش را، سیاستمدار مورد نیاز و مورد قبولش را به پارلمان یا در حکومت یا در ریاست جمهوری بنشیند. و این سبب اصلی بود که ترس از رفتن از قدرت، ترس از ملت، ترس از رأی مردم باعث شد که این سند غیر قانونی و غیر اخلاقی قبول کرده شد و حتی بعد از آن که رسانه‌های دست یافتن به این سند آن را نشر کردند، جامعه جهانی از آن آگاه شد، ملت از آن آگاه شد، ما هم نامه نوشتیم. حالا شاید سوال دوم در ذهن‌ها باشد که در این جلسه هم حتما صدا داد در این دوام چند روز دیگران هم از ما در هنگام مصاحبه ها میپرسیدند که خب وقتی که شما فهمیدید که حکومت جمهوری تاجیکستان چون یک برنامه رو نسبت شما دارد، در سال 2012 این پروتکل قبول شد از با امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مسئولین وظیفه‌دار شدند، عاقبتش بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، بستن مسجدها است، بستن منع کردن حجاب و ریش است، پیش راه آزادی بیان، مطبوعات، جامعه شهروندی را خواهند گرفت. پس شما چی اقدام کردید؟ نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریتش چی کار کرد که پیش روی این مصیبت ملی گرفته شود؟ آیا با رهبریت کشور این مراجعت را رساندید؟ این نگرانی رسانده شد؟ خدمت شما عرض شود بارها هم در جلسات شورای سیاسی، در ریاست، در داخل کشور گفتیم، در مصاحبه گفتیم، حالا هم در این جلسات طی چند روز گفتیم، باز تکرار میکنیم که رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان در
سطح رئیس، معاون ها، شورای سیاسی، ریاست عالی، تمام آن امکانات و چاره های لازمی را که باید پیش روی این مصیبت گرفته میشد ما اندیشیدیم. البته شاید ماند کارهایی که نتوانستیم انجام داده یا شاید بیشتر میکردیم، ولی در عموم میتوانیم گفته که بالاترینش همین است که به رئیس جمهور 2 مرتبه نامه نوشته شد، هم به حیث وکیل مجلس نمایندگان هم به حیث رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درخواست ملاقات کردیم. اگر ملاقات کردن نمیخواهند با مشاورین، از طریق مشاورین، از طریق رئیس پارلمان، از طریق وزیران این پیام را فرستادیم که این پروتکل جنایت است، اشتباه است، برگردید دستور دادهتون را برای اجرا کردن این پروتکل برگردانید. با ما فقط جواب دادن در سطح پروکورور گنرالی که واقعا چون یک جلسه شورای امنیت بود، پروتکل قبول کرده شد با همین رقم، با همین امضا، با همین موضوع، ولی در بعضی جاهای پروتکلی که نشر شده است تغییرات است و کسی دستکاری کرده است یا به اصطلاح ساخته‌کاری کرده است. ما گفتیم که اگر چنین هست پس با ما متن اصلی پروتکل را همچون وکیل مجلس نمایندگان که وکیل مجلس نمایندگان باید میتواند در اساس قانون اگر این سری دولتی هم باشد شناس شود بدون گرفتن نسخه. ما نسخه نمیگیریم برای خودمون، حداقل ما را همچون رئیس حزب همچون وکیل مجلس نمایندگان مطمئن سازد که اینجا کدام دشمن ملت ساخته‌کاری کرده است این پروتکل را علیه شما در اینجا چاره‌بینی پیشبینی نشده است. ولی کسی جواب نداد، کسی واکنش نشان نداد، گفتن که چنین پروتکل هست ولی ساخته‌کاری شده است. برعکس از چنین جسارت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که نامه می نویسد، درخواست میکند، میخواهد شفاف صحبت کند، عصبانی هم شدن، غضب‌آلود هم شدن. بعد فهمیدیم که دستور علاوگی داده شده است که باز هم شدیدتر کنید. ولی سبب اصلی چی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان یا درست‌تر بگویم مسئولین اول کشور تصمیم گرفتن که نهضت اسلامی تاجیکستان باید در صحنه سیاسی نباشد؟ مگر ما تروریست بودیم؟ مگر ما اکستریمیست بودیم؟ مگر ما یگان جنایت صادر کرده بودیم؟ یک حزب معمولی ملی صلح کردیم، سازش کردیم، در پارلمان بودیم، نشان دادیم که خطر به امنیت ملی به کشور نداریم، گذشت کردیم و به گفت بعضی اکسپرت‌ها در جهان از نهضت اسلامی تاجیکستان دیده نه تنها در بین حزب حرکت‌های اسلامی حتی غیر اسلامی و دنیوی و دموکراتی هم حزب آرامتر و مصالحه کار پیدا نمی‌کردید شما. حالا این خوب است بد است مسئله دیگر است. در جهان ببینید حزب‌های دموکراتی و حزب‌های مسیحی و حزب‌های کمونیستی چقدر میتینگ میکنند، چقدر اعتراض میکنند. حزب‌های اسلامی هم چقدر اعتراض میتینگ میکنند. یک قسمش حتی کشورها را به خاطر از بین بردن دیکتاتورها به بحران‌ها کشیدند. ولی نهضت اسلامی تاجیکستان از این همه رفتار و اعمال چی حزب‌های اسلامی، چی دموکراتی، چی کمونیستی جهان پیروی نکرد، بلکه صبر و تحمل را پیشه کرد. اما چرا مسئولین یا حکومتداران جمهوری تاجیکستان نتوانستند چنین یک حزب معتدل را هم حتی تحمل کنند؟ اینک معلوم می شود بعد از بستن حزب و سرکوب کردن حزب و زندانی کردن صدها نفر و مهاجر کردن هزارها نفر که هدف یک چیز بوده است: رفراندوم برای وارد کردن تغییرات و علاوه ها به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان برای تمدید قدرت یک خانواده، برای حفظ منصب یک خانواده که هم قدرت سیاسی، هم قدرت اقتصادی، هم مال و ملک ملت، تمام ریچگ‌های دولت و دولتداری و ملتداری در دست یک نفر و یک خانواده باشد. به خاطر این باید یگان حزبی حتی معتدل هم باشد ولی حزب اعتراضگر نباید در کشور باشد. نباید در پارلمان مثل رئیس حزب نهضت یا رئیس حزب کمونیست که گاه تنقید میکنن، اعتراض میکنن و میدونستن که حتما اگر کبیری و حسینی و شبدالوف و دیگر دیپوتات ها به نمایندگی از این حزب حرکت در پارلمان باشند
در وقت بحث این مسئله در پارلمان کشور حداقل صحبت خواهند کرد، حداقل اعتراض خواهند کرد. درست است که اعتراض من و شبدالوف هیچگاه در پارلمان تاجیکستان در گذشته باعث تغییر قانون نشده بود، باعث آن نشده بود که حکومتداران اون خواسته خودشون رو از طریق پارلمان قانونی نکنند. ولی این دفعه تصمیم گرفته شد که حتی یک اعتراض هم نباشد.